بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان بیننده، در حلقه گذشته ما درباره پیدایش فرقه ها صحبت کردیم. فرق بین معنای فرقه و معنای مذهب رو بیان کردیم. بعد از آن مختصرا درباره چگونه انتخاب شدن خلیفه بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم، ابوبکر و عمر و عثمان و علی صحبت کردیم و چگونه از اردوی حضرت علی پیدا شدن خوارج رو صحبت کردیم. غیر از این برادر عزیز، ما میخوایم درباره همین جهم ابن صفوان صحبت کنیم، چون که این روزا این کلمه خیلی رواج و رونق یافته است به سبب فرقه بهم نامعلوم که امروز این لقب رو بهر که به پول تقسیم کرده شدن. جهم ابن صفوان کی بود؟ این میگن که اولین متکلم در اسلام بود، یعنی شخصی که در علم کلام گپ زد و اینکه میخواست که دین با علم کلام آمیخته کند. و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتند الله جهم و مقاتل را کوشد که یکی در نفی افراد کرد، دیگری در اثبات یا که در تشبیه. هر دو اینها که همون خیلی که در بالا گفتیم که خوارج و شیعه سبعی به یکدیگر همه خیلی رد فعل و واکنش نشان دادن، جهم و مقاتل نیز به هم دیگر همه خیلی واکنش داشتن. جهم آمد و صفاتهای الله تعالی رو تماما انکار کرد، مقاتل آمد صفاتهای الله تعالی رو با تشبیه اثبات کرد. بعضی هم خیلی میگن، بعضی میگن که مقاتل فقط واکنش نشان داد، الله اعلم یعنی. لیکن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یا امام اعظم میگن که همین دو نفر رو خدا کوشد که هر دوش با این واکنش خودش یک گمراهی نوی رو به امت اسلام اضافه کرد. خطیب بغدادی میگه که ابن ابی شیبه گفته است که ابن مبارک نزد امام ابو حنیفه می آید. وقتی که نزد ابو حنیفه می آید، ما میگن که چیه پس میگن طرفای شما ما هر خیلی آوازه شنیده شدیم به اصطلاح. میگن یه مرد برملاز به نام جهم ابن صفوان و فلان فلان دعواها رو دارد. چی مقصد دعوا دارد؟ گفت میگه که قرآن مخلوق است. امام ابو حنیفه از شنیدن این کلمه گفتن که آیتی از سوره کهف خواندن که کبرت کلمتا تخرج من افواههم ان یقولون الا کذبا. چی بزرگ است این سخن، چی اینه که در شناعت چقدر بزرگ است که از دهان آنها برمی آید و یا آنها دروغ میگویند. بعد از اون ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتن که من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع. کسی گوید که قرآن مخلوق است و مبتدع است. گفتن که از قفای اینها نماز نخونید، یعنی از قفای شخصی که میگه قرآن مخلوق است نخونید. احمد بن حنبل هم گفتن که جهم یعنی که با کلام خودش بسیاری ها رو گمراه کرد. در بعض روایت ها از احمد بن حنبل آمده گفته که جهم دین جهمیه رو اساس گذاشت، یعنی او را همچون فرقه هم قبول نکردن، گفتن که یا چی است یا دین الهیده هست. امام ذهبی رحمت الله علیه در ترجمه حال همین جهم بن صفوان گفتن که رأس گمراهی است، سر و سردار گمراه ها هست، سر جهمیه هست، یعنی که سردار جهمیه ها هست. انسان دانا بود، انسان مجادل بود، خیلی در بحث که دستش بالا بود در بحث و مناظره. خب لیکن صفات های الله تعالی رو انکار بکرد، به گمان خودش خدا رو منزه و پاک میدانست، قرآن رو مخلوق میدانست و خدا رو در همه جا میگفت. این گپ امام ذهبی رحمت الله علیه است. بعد از اون سلم ابن احوز که والی اونجا بود در زمان خودش، به سبب اون که جهم آیت و کلم الله موسی تکلیم رو انکار کرد، گفت خدا با موسی گپ نزده است، به سبب اون که این صفت رو انکار کرد میگن که کشته شد. و در بایگانی دیوان هشام ابن عبدالملک خلیفه اموی آمده است که او به والی خراسان نوشته است که به نصر ابن سیار در ولایتت مرد به نام جهم پیدا شده است که او دهری هست، اگر او را دستگیر کردی اعدام کن. یعنی جهم اون زمان همچون یک انسان دهری و یک زندیق که نام برآورده بود. ببینم اگر اساسگذار معتزله واصل ابن عطای عمرو بن عبید باشد، اینها افکار جهم رو گرفته به صیغه کتاب در آوردن، به مناظره ها گویم در آوردن، در نتیجه بعد اون که خیلی مناظره های خودشون استفاده بردن به رشته تحریر در آورده شد و تألیف شد. اون چی جهم گفته بود، جهم کتاب ننوشته، از شاگردا هم نداشت میگن، لیکن معتزله اومدن اون چیز بیدار کردن. بنابراین میگن که فکر بسیار چیز خطرناک است.
فکر نمیمرد. انسان میمرد که فکرش نمیمرد، مثل یه لخچه میگه زیر خاکستر میموند و در فرصتی مناسب باز علنگه میزنند و باز همون گویم که تاثیر خودش به جامعه میرساند. چون که معتزله آمدن همین فکر گرفتند و دیگر تفصیل و تحریر و تفریع آن را به عهده خود گرفته در کتاب‌های خودشان نشر کردند. خلاصه برادر عزیز، معلوم میشود که این یک فرقه نه، بلکه یک دین جدایی است که همین جهل. باید حجم خطر اینها را درک کرد. بعضی علما بنابراین که اینا خطرناک است گفتن که سرچشمه جهم این دین یهودی است یا دین سابی است یا اینکه عموما فلاسفه است. سوال جهم از کجا هست؟ بسیار سوال عجیب است. یعنی که برای شناخت شخص بسیار مهم است که ما محیط او را تحلیل کنیم. در کدام محیط بزرگ شده است؟ در کدام محیط زندگی کرده است؟ آیا محیط یک رنگه بود یا بسیار رنگه بود؟ یک دینی بود یا اینکه بسیار دینی بود؟ خب این چیز برای شخصیت او را درک کردن خیلی مهم است. جهم سال 78 در سمرقند تولد شد. بدبختانه یعنی همین انسان گمراه اصلش سمرقندی هست و سال 78 هجری تولد شد. سال 128 هجری کشته شد. اما در ترمیز زندگی میکرد خودش. یعنی که اگر محیط زیست سمرقند ببینیم، جهم سال 78 تولد شده است. خیلی بچه وقتی تشکل بشه از 14 سال و 15 سال اگه شروع شود، اگر وقتی که جهم 14 ساله بود، یعنی که تقریبا سال 92 93 عین همون سال فتوحات بود که قتیبه بن مسلم اونجا وارد شد. چیزی که ما در حلقه فتح خراسان گفتیم. یعنی که اینها وقتی که مسلمان‌ها آمدن در اونجا، در منطقه‌ای که جهم زندگی میکرد، یه منطقه بود که دینی زیاد داشت. دینی بود که بهتون گفت که یک دانشگاهی دارای رشته‌های گوناگون بود. در فتح خراسان هم اشاره کردیم، گفتیم که در اونجا اصلی دو دین با هم رقابت داشت، دین زردشتی و دین بودایی. خب که یکی به فلسفه فارسی تکیه میکرد، دیگر به فلسفه هندی یا اینکه چینی. اونجا غیر از اون دیگه نصارا هم بودن، یهود هم بودن، مایده به چشم می‌رسیدن. جهم در همین محیط آمیخته کلان شد. محیطی که پر از تناقض است، محیطی که دین‌های گوناگون است، یکی دو خدایی است، یکی سه خدایی است، یکی زیر تاثیر فلسفه هندی و یکی زیر فلسفه یونانی هست. یعنی خراسان اون زمان خودش که خراسانی است، کانی فکری را میموند که گوناگون رنگی بر اساس بت پرستی و سیر خدایی حکمیت داشت. اگه تصور کنید که انسان چقدر یعنی که میتوند که فرهنگ‌های گوناگون رو از خود کند و در ذهنش یک فرهنگ آمیخته تشکل یابد. بعد اون که قدم فاتحان به اونجا رسید، صحابه و تابعین اونجا بسیارتر میل به حدیث کردن و رشته حدیث خیلی رونق یافت تا به درجه رسید که محدثان میگن که نیم محدثان از خراسانند. یعنی امت اسلامی اگر فرضاً گیریم 100 تا محدث داشته باشد، 50 تاش خراسانی است. 1000 تا داشته باشد، 500 تاش خراسانی است. 10,000 تا داشته باشد، 5000 خراسانی است. به درجه علم حدیث اونجا ریشه دامن پهن کرد که علما گفتن که نیم علمای حدیث از خراسان هستند. سپس خراسان دارالحدیث شد، یعنی بعد از فتح. خب تصور کنید این جهمی که در 14 سالگی با فتوحات اسلامی روبرو شده بود، بعد اینکه مسلمان‌ها دیگر قدمشون استوار گذاشتند و دیگر تعلیم قرآن و حدیث و پهن شد، این مردک چی همون یعنی که گرد و غباری که از دینی پیشینه خودش گرفته بود و از دیگر دین‌هایی که با اونها همزیستی داشت و اینی که در این محیط زندگی می‌کردند، همه اونها رو یعنی که به آمیخته کرد، گرفت، آمد خواست که اون چیزها رو در اسلام وارد کند. بعد از آن از دمشق پایتخت مسلمان‌ها بود، بعد بغداد شد. دیگر از اونجا محدثای آمدن که هم علم حدیث هم علم کلام را از خود کردن، خصوصا مثلا شاگردای ابوالحسن اشعری. اونها آمدن یعنی که باز گویم که خراسان به گوناگون رنگی تبدیل یافت. گفتم که عقیده تند واکنش تند میارد،
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتن که با ما از شرق دو فکری خبیث اومد. گفتن یک فکری جهمی معطل که صفاتهای الله تعالی رو انکار میکرد و یک فرقه مقاتلی مشبه که اونها میمدن خدا رو نعوذ بالله اعتقاد به تشبیه داشتن. یعنی دو فرقه کج، یکی معطله که سردارش جهم و دیگر مشبه که سردارش مقاتل بود. خلاصه خراسان دارالحدیث بود. سپس محدثان بغدادی آمدند و از دیگر مناطق آمدند که علم کلام رو با علم حدیث آمیخته کرده بودند. خیلی گفتم بعض شاگردای ابوالحسن اشعری سپس جانب کلام به آنها غلبه کرد. در نتیجه درگیری‌های کلامی بین فکرها به وجود آمد. خب دیگر موضوع ما از این نیست برادران، در اینکه درباره خطر جهمیه صحبت کردن هستیم. یکم خطرش این است که اینها قرآن رو مخلوق میدونند یا آسان‌تر کرده گوییم اگر مخلوق شمردن قرآن. یعنی این فکر گرچنده که فکری جهمی هست، این جهم زاییدگی است این فکره، لکن بسیارتر به دست معتزله ها پهن شد. وقتی که معتزله ها به دربار خلیفه عباسی راه یافتند، مردم رو وادار میکردن، علما رو وادار میکردن که همین عقیده رو قبول کنند. از جمله مشهورترین شخصی که در اینجا امتحان شد و بالاش خیلی شکنجه آمد این امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه است. و همین طور مبارزه امت اسلامی علیه معتزله یا که با معتزله دو عصر دوام یافت. دوم خطر اینها این است که اینها اعتقاد دارند که الله تعالی صفت کلام ندارد، الله تعالی گپ نمیزند و این صفت را تماما انکار میکنند، برخلاف مذهب سلف امت که اونها صفت کلام را به الله تعالی اثبات میکنند. میگن که الله تعالی گپ بزند که الله تعالی رو موسی علیه السلام شنید، یعنی میگن که کلام است که لایق به ذات الله تعالی هست و آیتی و کلم الله موسی تکلیم را دلیل میارن. جهم اومد با اینا برخورد کرد و این صفت رو انکار کرد. اساس انکارش باز چی بود؟ همین قوانین دنیایی بود که میگفت که کلام احتیاج به کام و دهان و زبان و دندان و فلان بسمدان داره. در جواب اهل سنت گفتن که اهل سنت الله تعالی در قرآن میگه که ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. یعنی وقتی الله تعالی آسمان و زمین خطاب میکنه و میگه که خواه یا ناخواه بیایید، یعنی ما رو اطاعت کنان بیایید، اونا میگن که فرمان بردار آمدیم. گفتند یعنی زمین و آسمان گفت. اینجا قرآن میگه که قالتا یعنی آسمان و زمین گفت که ما آمدیم. یعنی ببینید علمای اهل سنت گفتن که اینجا آیا آسمان و زمین وقتی حرف زدن دهان داشتن، دندان داشتن، زبان داشتن، کام داشتن؟ خب این مقصد گفتن که نه همه چیزی که گپ میزند احتیاج به کام و زبان داره. یا اینکه در دیگر جا دلیل دیگر گفتن که وسخرنا مع داوود الجبال یسبحن، یعنی ما کوهها را مطیع داوود گردانیدیم که آنها با او تسبیح میگفتند و ما این همه ما کردیم. یعنی الله تعالی میگه که داوود تسبیح میگفت و همراه داوود کوهها نیز تسبیح میگفت. یعنی اینجا میگن که آیا اتراها انها یسبحن بجوف و فم و لسان و شفتین، یعنی مگر کوهها با دو لب و با زبان و با جوف و با چی گپ میزنن؟ در حالی که قرآن اثبات میکنه که اونها تسبیح میگن. خب همین یعنی که دلیل قرآن کافی است. یعنی اینجا اومد ببینید این فکر و عقل خودش رو کار فرمود تا اینکه آیتی از آیات‌های قرآن رو چی کند؟ انکار کند. همون هم چی گرفته از قوانین طبیعی که ما داریم. ما تصور میکنیم که چی است، یعنی که بدون کام و زبان و دهان گپ زده بشه، لیکن الله تعالی اینجا در قرآن میگه که زمین و آسمان گپ زد، کوه هم تسبیح گفت. خب بنابراین برای شناختن اینها یعنی که فکر آنها رو آموختن، فکر آنها رو شناختن خیلی مهم است. برادران اگر ما فرقه رو آموخته نشیم باید فکرش آموزیم. برای این شناخت و تشخیص فکرش یه مثال میارم برادران. مثلا فرقه به همه معلوم، اگر افکار دخیل و داخل شده از یهودیت، از مجوسیت، از هندی، از نصرانیت را از این فرقه به همه معلوم کشیده گیریم، این فرقه معلوم به یک غلبه تبدیل می‌یابد. چرا که این فرقه به همه معلوم خودش را با افکار دین‌های دیگر و فلسفه‌های پیشینه
چی کرده بود؟ ترمیم کرده بود. وقتی ما اومدیم اون عقیده و اون افکار غلط رو از اون دینی به نام اسلامی بیرون کردیم و غلبه شد دیگه و بیکار شد و کارم نمیتونست، چون که وای دین آمیخته بود، یک دینی میکس بود، یک فرقه میکس از چی هست؟ افکار پیش از اسلامی است که آمیخته شده به افکار اسلامی است و همچون در جامعه اسلام پیشکش دیگران کرده می شود. خب ممکن سوال شد که چرا اینقدر جهم معلوم نیست و بسیار جهم رو نمیشناسن این و اون. میتونیم بگیم که مردک اگر تو انسان در اجتماعیات فعال نباشد و انسان مشهور نمیشد، فقط به کتاب نوشته شدن انسان مشهور نمیشد در جامعه. انسان وقتی که با مردم باشد، رفت آمد داشته باشه، شنخیز داشته باشه، شاگرد داشته باشه، بعد معروف میشه. مثلا مثال زنده گیریم همین افلاطون. افلاطون شاگرد سقراط است، لیکن افلاطون به صورت از ذکر میکنن یا سقراط رو؟ افلاطون رو. اصلا نام سقراط رو افلاطون زنده داشت، شاگردش. خب دیدیم که اینجا علما چخیل با اونها برخورد کردن و این آیات‌های قرآنی رو از جمله گپ زدن زمین و آسمان و تسبیح گفتنی کوه را آوردن. دوستان ببینیم اینجوری امام مالک ببینیم محدثا به شکل اون ببینیم اگر اینقدر جدال و کشمکش رو دوست نمی‌داشتن، وقتی امام مالک احساس خطر از جهمی ها کرد، از فکر جهمی ها کرد، موطئ خودش نوشت رحمت الله علیه. تقریبا میگفت که نشر حدیث، یعنی فکر امام مالک بود که نشر حدیث پیش راه این گمراهی ها رو خواهد گرفت. مثلا حدیثی رو که در اونجا روایت کردن گفتن انکم ترون ربکم، شما خدای خودتون رو خواهید دید. این که ردیه به جهمیه است. جهمی وقتی این کار میکنند ما میگیم که چقدر تو این کار میکنی؟ اینجا پیامبر خدا میگن که شما خدای خود را خواهید دید در اون جایی که در بهشت. خب یا که معتزله بعد دعوا میکنند که بهشت و دوزخ حالا وجود ندارد، مثلا این شبهه اونها است، زیرا اونها به عقل خود اعتماد میکنن برادرها. خب میگن که حاضر بیفایده است بدون جنت دوزخ، چرا هیچ فایده نداره، اون انسان‌ها در قبر هستن، چی معنا داره؟ ما مثلا میگیم که نه، ما در حدیث معراج خوندیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتن بر بهشت گذری کردن. حتی بعضی روایات میگه که پیامبر خواستن که یه شینگلی از انگور اونجا گیرن. یا اینکه مثلا پیامبر در اون شب میگن که در حدیث ها میگن که زنی هست که برای خاطر اون که یک گربه رو آزار داد در دوزخ قرار داره مثلا. خب برای من عیب معتزله و عیب جهمی ها برادر این است که آنها قوانین این دنیا رو میخوان با روی چی با آخرت بار کنن یا اینکه با آخرت قیاس کنن، بعد همون تطبیق میکنن بالی عقیده خودشون. یعنی مثلا میبود حدیث میزان ترازو میگن پیامبر صلی الله علیه و آله در آخرت عمل شما برکشته میشن، میگن که چه خیر برکشته میشه، آخه چیز عرض نیست و قبضه نمیشد، میگن مثلا نماز چیزی نیست که به دست آورده شود، جسم نیست که برکشن. اینا اون که همه خیلی عقیده های کج دارن. یعنی اینا اومدن میزان که آخرت رو با میزان دنیا قیاس کردن، در حالی که ما میتونیم بگیم که برادر میزان دنیا دیگر چیز است، میزان آخرت دیگر چیز است. چرا انتم به این قیاس میکنی اصلا؟ یعنی اینا اومدن پول صراط انکار کردن که از شمشیر تیزتر باشد و از مو باریکتر باشد، فقط به دلیل چیزی عقل خودشون همیشه نگرفت. معتزله ها دعوا دارن که حالا جنت و دوزخ وجود ندارد، چون که فایده ای نیست، یعنی که به عقل خودشون نمی‌رسن. ما میگیم که برادر تو نبیا این چیزا به همین چیز دنیوی قانون دنیوی قیاس کن. پیامبر صلی الله علیه و سلم شب معراج برآمدن، جنت هم دیدن، دوزخ هم دیدن. تو بعضی روایت هست که پیامبر دست دراز کنه تو که شینگلی از اونجا گیرن. چه خیلی ما میگیم برای اینکه عقل شما قبول نکرد حدیث صحیح و صریحی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده است این کار کنید. یا اینکه میارن دو ترازی این کار میکنن، بس به اون که میگن که چه خیلی یعنی که میشن که آیا میشود که زکات مثلا به شکل جسم دوش زکات جسم نیست، نماز هم جسم نیست که برکشته شود در ترازو؟ میتونم که آخه میزان دنیا دیگر است، میزان آخرت دیگر است. ببینید که اینها اومدن همین اینکه عقل کار فرمودن بیجا عقل خود را، یعنی اومدن در مقابل نص شریعت عقل خودشون رو کار فرمودن. برای من دوستان عزیز ما به همین یعنی که درس خودمون خلاصه میکنیم. خلاصه این است که انسان همون وقت نجات می‌یابد، انسان در اون رستگار و فلاح می‌یابد که در راه قرآن باشد، در فهم قرآن باشد، در فهم احادیث پیامبر صلی الله علیه و باشد، در فهم اصحاب پیامبر صلی الله علیه و و تابعین و سلف امت باشد. همین چیز ما رو از این چیز نگاه می‌داره. دیدید هر شبهه‌ای که آوردن با آیات و حدیث چی اون شبهه رو رفع کردن و دور کردن خیلی آسان است. وقتی که چنگ زدیم به قرآن و چنگ زدیم به احادیث و چنگ زدیم به فهم اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم، ان شاء الله گمراهی را نخواهیم دید، همیشه هدایت و راه راست
و از الله تعالی مطلب میکنیم که شما رو همیشه در پناه خودش نگه دارد تا حلقه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.